ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. با افتخار 100 سالگی نویسنده خلقی تاجیکستان ساتیم اولوغزاده. السلام علیکم شنونده های ارجمند. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقولو. گفتار 17. حاکم مویلبی شاف شکلی سیاه و سفیدش را تاب داده با سر و تنی شایر با عبای نیمداشت و مسحی همچنین داشت خورده به دستاری نه یک بار و دو بار از جامشویی گذشته او چشم دواند. شایر به پا راست استاده بود. حاکم به او تکلیفی نشستن هم نکرد. گفت خوانده بودم قصه های شاهان. دروغ گفت، نخوانده بود. آری، تاریخی شاهانی عجم و پهلوانان، گفت فردوسی. پریشانی خواص حاکم از شایر پنهان نماند. آلتونتاش بدون میل گپ میزد. پرسید نظم بسیار است؟ بسیار، 60,000 بیت. شایر تعجب کرد که به مردک دانستن کلانی و خردی اثر چی لازم بوده است؟ آیا شما را دعوت کرده اند؟ کی؟ به کجا؟ معنی سؤال را به زودی نفهمید فردوسی. به غزنی، به درگاه، فهماند حاکم. در طوس با خواجه بزرگ شرفی ملاقات افتاده بود. ایشان تقدیم شاهنامه به سلطان را صلاح دیدند. اسفراینی وزیر سلطان را بدون ذکر لقب و کنیه‌اش نام گرفتن حاکم که بی حرمتی نسبت به آن ذات عالی مقام حساب می یافت شاعر را به حیرت انداخت. ولی باعثی چنین بی حرمتی از سخن بعدینه حاکم معلوم گردید. آن کس از وزیری بیکار شدند مگر نشنیده اید؟ اکنون وزیر حضرت خواجه احمدی میوندی می باشند. فردوسی در دلش یک سردی احساس کرد. در سکوتی به میان آمده او ناکامی حمایتگران پیشین خود ابو منصور ابن محمد حسین قتیب و ابو علی اسکافی را به یاد آورده به حسرت در ضمیرش می گفت تالی من چنین است. حاکم باز گفت از اسفراینی امیدی حمایت داشتید؟ امیدی پوچ کرده اید. هر کسی که او پرورید یا دستگیریش کرد اکنون خار است. می ترسم که از غزنی ناکام برگردید. خود به دلش می گفت که شاعران بزرگ همه در غزنی به خدمت سلطانند. اگر این پیرمرد شاعری کلان و نامداری می بود سلطان او را کیها به دربار می طلبید. این می رود و به ملک الشعرا باز یک دردی سری زیادتی می شود. فکری آخرین آلتونتاش از یک گفته انصوری سرچشمه می گرفت. باری در صحبت با آلتونتاش به زبان ملک الشعرا گذشته بود که از هر گوشه و کناری مملکت شاعران به غزنی می آیند و اشعارشان را پیش من می آورند و در طمع سیله و عطا خواهش می کنند که من اشعارشان را به سلطان گذرانم، حالان که بیشترینشان شاعر تراشانی خام طبعند و مرا دردی سر می دهند. فردوسی خاموش و ملول بارگاه حاکم را ترک کرد. بعدی رفتنی وی حاکم منشی را طلبید و از قطیچه مکتوبی به نام انصوری نویسانده‌اش را برآورده در حاشیه آن سخنان زیرین را اضافه کنند. با اینجا از طوس شاعری پیر ابوالقاسم فردوسی نام آمده و میگوید به 60,000 بیت
شاهنامه نظم کردم و میخواهم به غزنی بروم و به اعلی حضرت سلطان گذرانم. در بامداد او یک نفر نوکری صادقش را با این نامه بر اسبی تیزتکی نشانده به راه غزنی دواند. نوکر موافق فرمان می بایست در راه اگر به کاروانی امیر نظام الدین دچار شود خود را به او نشناسانده راه را چپ غلط داده پیش رود و در منزلها زیاد نایستد و اگر لازم شود اسبش را بدل کند و از رفتن باز نماند و چون به غزنی رسید فوراً عنصری را در کجایی که باشد یافته نامه را به وی سپارد. فردوسی به مهمانخانه ابوبکر اسماعیل برگشت. خسته حال می نمود، طبعش خیره بود. صاحب خانه از دکانش برنگشته بود. شاعر را ابودلف و بابکی در انتظارش بودند پیشواز گرفتند. وی با حرکاتی کسالت‌آمیز عبایش را از تنش کشید و دستار از سر برگرفت. بابک عبا و دستار را به میخ دیوار آویخت. نشستند. خسته شدید بابا جان؟ به این بالشت پهلو بزنید راحت بکنید. گویان بابک دو لوله بالشت را به پهلوی شاعر کشید. فردوسی به بالشت ها تکیه کرده یک دم خاموش نشست و پسان به طوری اسرارآمیز گفت: جای نامبارک، روی نامبارک، گفتاری نامبارک. ابودلف و بابک حیران شده بر روی او چشم دوختند. کدام جای، کدام روی استاد؟ پرسید ابودلف. شاعر چگونگی ملاقات و پرس و پاسخی با حاکم واقع شده را نقل کرد و افزود که حاکم گویا از زیارت کردن شاعر او را هیچ خوشنود نبود و شاعر را حتی تکلیفی نشستن هم نکرد. عجب آدمی بی تمیز بوده است، گفت بابک که عادتاً کمگپ بود و فکر خود را درباره کاری و چیزی تا نپرسند نمی گفت. میزبانی ما او را خوب شناخته بودند. سخنانی ابوبکر اسماعیل را درباره حاکم به خاطر آورده گفت ابودلف و با قهر و آتشینی علاوه کرد: معلوم می شود وی شما را از رفتن به غزنی بازداشته است. چه حق دارد؟ آری، همین طور تصدیق کرد فردوسی. پس چه کار می کنیم استاد؟ شما به چه قرار آمدید؟ فردوسی به علامت این که حیران است و نمی داند چه کار کند کیف به هم کشید. گشته رویم چی بابا جان؟ ناگهان جرأت پیدا کرده سوال داد بابک. فردوسی و ابودلف با لبخندی معنیدار به همدیگر نگریستند. بابک معنی لبخندشان را فهمیده از گفتش پشیمان و سرخ شد. جوانی عاشق می‌خواست زودتر به توس و دیداری شیرینی زیبایش برسد. ابوبکر اسماعیل از دکانی کتاب فروشی که در رسته بازار داشت برگشت. با هم نهاری گشتی روزی خوردند. صحاف از چگونه در بارگاه حاکم قبول یافتن شاعر آگاه شده به وی تسلی می داد که شما بی تعارفی و درشتی حاکم را به دل نگیرید. از این مسند نشینان جاهلی متکبر چی امید خیر است؟ فردوسی به یگان کاروانی راهگذری که طرف غزنی می رفته باشد منتظر بود. با فرمایش وی ابودلف به مهمانسرای شهر رفته در آنجا 2 حجره انتخاب کرده برگشت. شاعر به تبدیل مکان کردنش به زور رضایت میزبانش ابوبکر اسماعیل را حاصل و به وی اظهار منتداری نموده به مهمانسرا کوچید. در یک حجره خودش و در حجره شفق ابودلف و بابک جایگیر شدند. حجره شاعر به یک نوع قدمگاه تبدیل یافت. شاعران و عالمان شهر، دیگر مردمان شعر دوست هر بیگاه به زیارتش می آمدند. البته دست خالی نمی آمدند. با رعایت تعامل با دسترخوانها می آمدند. اکثر وقت
حجره و زائران میهمانان شاعر تنگی می کرد و آنگاه دورنشینی به صحن سرای می کوچید که در میان جای آن به گرد حوضی پرآب قطار مجنون بیدها تواره سبز کشیده بودند. در سری دسترخوان‌های پرنعمت صحبت دلگشا و شعرخوانی اوج می گرفت. بعضی زائران پسرک و دخترکان خردسالشان را همراه آورده از شاعر به حق آنها دعا می گرفتند تا به تندرستی و سلامت به وایه رسیده آدمانی خردمند و با معرفت شوند. فردوسی به سری هر یکی دست نوازش می مالید و از پیشانیش بوسیده دعا می کرد. وی روزها بعضاً به مطالعه اشعار شاعران یا کتاب و رساله های مؤلفان هراتی که به وی آورده می شدند مشغول می بود و بعضاً با ابودلف و بابک و با مشایعت آشنایان نوش به تماشای شهر می برآمد. اگرچه هرات به نظرش چندان آباد و زیبا نمی نمود، ولی به باد و هوا از همه شهرهایی که دیده بود خوشتر، نعمتش فراوانتر، دال و درختش بیشتر، آبش و میوه‌هایش خصوصاً انگورش شیرین تر بود. شاعر در پیش مسجد و مدرسه ها، قصرها، مزارهای کدام یک عزیزانی کسمدان و مناره های محتشم ایستاده کتیبه هایشان را می‌خواند. بیشترین کتیبه ها عربی بودند و او آنها را به همراهانی به عربی نابلدش ترجمه می‌کرد. برای دیدن جاهایی که بهرام چوبینه در آن جاها با خاقان ترک جنگیده بود از شهر بیرون رفت. با او یک چند نفر هراتیان همراهی کردند. همه اشان اسب سوار بودند. از دروازه شمالی شهرستان برابس برآمدند. راهی تنگ پرخاک و چنگ در بین محلات اهالی نشین ماروار خزیده و باغستان و کشتزاران می برآمد. آفتاب سینتیابری گرم ولی سوزانی، تفس هوا طاقت پذیر. از پس دیوارهای باغات در تاکزاران خوشه های انگوری طلارنگ و آبی رنگ یا سیاه، شاخهای پرباری سیب، بیهی، شفتالو، انار و انجیر نمودار. جا جا دهقانان سری دو پا نشسته علف می دروند. جا جا زنان انگور می کنند، پسر بچه و دختر بچگان میوه می افشانند. زنان رومالهاشان را بروی کشیده سوارانی راهگذر را با نگاهی کنجکاوی دزدانه می گسیلانند. در بامهای پستکی هموار زردالو، شفتالو برای خشکانیدن پهن کرده شدند. منظره حیات آسوده مهنتی. آن سال آفتی سیل ژاله و این دیار یک قدر امان داده بود. سواران به پایه کوهسار رسیده قرار گرفتند. دره نه آنقدر فراخی در مابین دو قطار کوه یازیده در دورادور به کوهی دیگری دکه می خورد. کوه و تلها همه از سنگ و گیل برهنه قریب بیگیاه. نسیم بوی شباغ و برگنی خشکیده و ینتاق را می آورد. خرسنگ ها در طول هزاران سال بی شتاب از فرازی کوه ها نشیب شده، در دامنه کوهسار توده گردیده، سبکترهایشان یا بدونگی ها و چقورک ها برخورده اشان پراکنده در تنه کوه در مانده اند و گویا اندک تکانی را منتظرند تا که همه پران و غران فرو ریزند. این خرسنگ ها در قدیم شاهدان یک محاربه عجیبی شده بودند که مانندش شاید پیش از آن در عالم دیده نشده و پس از آن هم روی نداده باشد، میگوید فردوسی و همراهانش.
همراهان خواستند چگونگی آن محاربه را بدانند. شما هرگاه که در شاهنامه داستانی بهرام چوبینه را خواندید، این را خواهید دانست. سخن را کوتاه کرد شاعر. خود محل را با دقت دید می کرد. وقتی بازگشت همچو یک لشکرکشی کار دیده این سخن بر زبان راند. در آن جنگ به خوبی ثابت شد که ظفر وابسته نه به شماره لشکر، بلکه به هوشیاری، مدبری، کاردانی سپهبد است. چوبینه از این صفتها بهره‌مند بوده است و خاقان بی بهره. گوینده این سو آن سو می نگریست، گویا چیزی را می جست و در آخر گفت نیست. هیچ نشانی نیست. پرسیدند نشانی چی؟ معلوم شد که وی از دیواری که بهرامی چوبینه در دو بری رزمگاهی لشکرش برآورده بود تا که به سربازان هر گونه راهی گریز بسته باشد نشانه می جسته است. در 400 سال مگر نشانه می ماند؟ خندید یکی از همراهان. فردوسی دیگر دم نزد. منظره جنگ 400 سال پیش را که خود در اثرش تصویر کرده بود خیالاً پیش نظر می آورد. اینک بهرامی زیرک و پیشبین پیش از آن که دشمن از دره به دشت براید به هرات می شتابد، آن را اشغال می کند و بی ایست لشکرش را به جای جنگ برآورده پشتی آن را به شهرستان تکیه داده به مقابل دشمن حرکت می کند. به دره لشکری 300,000 خاقان به زور می غنجد. دسته های سواره و پیاده به یکدیگر فشار آورده در هم بر هم به هم آمیخته صفهاشان تیت می شود. به بالاکاری این سرلشکری بی اندیشه فیلان جنگی را پیش برآورده است و آنها چون دیوار راهی برآمد از دره را بستند. چوبینه همین حال را پیش بینی کرده بود و به او همین در کار بود. اینک یک دسته با مشقت از دره برآمده را چوبینه به آسانی شکست داد. 100,000 سواران خاقان از قبط تلهای شفت راه یافته برآمدند و با حمله شدید باری راستی سپاه بهرام را پریشان کردند. چوبینه خود سواره سری راهی سربازانی گریزانش را گرفته با شمشیر 3 نفر را سرنگون ساخت. دیگر گریزه ها ناچار پس گشته باز به جنگ در آمدند. از سپاه خاقان 120,000 سرباز علاجی به دشت برآمدن نیافته در عقیب در درون دره بیکار ایستادند. بهرام از کماندارانش دسته‌ای ساخته فرمان داد که فیلان جنگی به هجوم آمده را به زیر تیرباران بگیرند. از فیلان سفیدی پیش چندی به چشم و خرطومهایشان تیر خورده از درد خشمگین و بی طاقت شده عقیب گشته سپاه خود را زیر کرده رفتند. لشکری سرگومی پریشان حال دسته دسته از ضربی بی امانی شمشیر و گرز و نیزه های بهرامیان محو می شد تا گشتی روز دشمن به کلی مغلوب و خودی خاقان کشته گردید. شاعر وقتی که این داستان را نظم می کرد از غلبه 12,000 سپاهی ایرانی بر 300,000 سپاهی ترکان در حیرت بود. بهرامی چوبینه از قوشون شاه هرمز فقط 12,000 جنگاوری 40 ساله را یک کچین کرده گرفته بود. چرا فقط 12,000؟ چون که به عقیده بهرام از این مایه گر لشکر افزون بود، زی مردی و از رای
بیرون بود. سپه بود که لشکر برون از شمار، به جنگ آورد پیچد از کارزار. خوب، لیکن چرا فقط 40 ساله ها؟ چون که 40 ساله می گوید بهرام مردی کار آزموده، گرم و سرد دیده است. وی در میدان جنگ با هنر و تدبیر و بیش از جوانان تاباور و استادگر می باشد. چوبینه سبب غلبه‌اش را در همین می بیند. لشکری نه بسیار و جنگاورانی شایسته‌ای کارزار. ولی این یک سبب فردوسی را قانع نمی کرد. و می اندیشید که آخر 40 ساله ها را ساوشاه هم داشت و آنها از سپاه بهرام نه کم بلکه شاید زیادتر هم بودند. از این رو عامل غلبه نه فقط در آن بود که بهرام می پندارد. پس باز در چی بود؟ آن نه در آن بود که اندیشه می راند فردوسی سربازی ایرانی از دشمنی تجاوزکار دیار خود، عیال و فرزندان خود، ناموس خود، کشت و باغ خود را دفاع می کرد و بنابراین دلاورانه می جنگید و به فدا کردن جانش هم تیار بود. بیشک همین طور بوده است. سربازی ساوشاه باشد تنها برای کشتار و غارت و خرابکاری آمده بود و این مقصدی ناپاک جفتی مردانگی و روح بلندی شدن نمی تواند. سرچشمه دلاوری سرباز در پیوندی ناگسستنی اوست با دیارش و خلقش. شاعر با این اندیشه ها و گفتاری چوبینه 40 ساله با آزمایش بود، به مردانگی در فزایش بود، سخنانی زیرین را افزود. به یاد آیدش مهر نان و نمک، برو گشته باشد فراوان فلک. ز گفتاری بدگوی و از نام و ننگ، هراسان بود سر نپیچد ز جنگ. ز بهری زن و زاده و دودرا، نپیچد روان مردی فرسوده را. در غزنی ملک الشعرا عنصری نامه حاکم هرات را می خواند و خود به خود تبسم می کرد. ترس حاکم از فاش شدن راز باغ عدنانی و التماس وی اینکه ملک الشعرا و افشای این راز مانع شود و او خنده آور نمود. ولی چون در پایان نامه خبری راجع به ابوالقاسم فردوسی را خواند، تبسم از لبانش پرید. از این خبر وی بی اختیار به خودش یک خوفی ناعیان احساس کرد. خیال می کرد که شاهنامه، کتابی به این بزرگی و پر از داستانهای دلانگیز، آن 60,000 در و گوهر و سخن، آری بیشک همه در و گوهری نظم، زیرا عنصری یک نسخه به غزنی افتاده از قصه نبردی رستم با سهراب فردوسی را خوانده بود و می دانست قدرتی سخن آفرینی شاعری توسی به چی پایه است. او خیال کرد که اگر این کتابی داستانهای جهان آشوب به سلطان تقدیم شود و سلطان آن را پسندد، بیگمان کتاب و صاحب آن شهرتی عظیم پیدا خواهند کرد و آنگاه عجب نیست اگر کسی به قصیده های ملک الشعرا ننگرد و نام افتخاری ملک الشعرایی هم نصیب فردوسی گردد. پس چاره چیست؟ من حسود نیستم، ولی به حفظ مقام و مرتبه خودم کوشیدنم واجب است، در دلش می گفت عنصری. اندیشه دراز او را بدین قرار آورد که فردوسی را با یگان بهانه از آمدن به غزنی مانع شده به وطنش برگرداندن لازم است. در این کار به عنصری دوستش آلتونتاش حاکم هرات یاری خواهد داد.
او شب را با این اندیشه به سحر آورده پگاهی به آلتونتاش نامه نوشت. در نامه با رموز و کنایه و مخاطبش فهماند که اگر او با یگان تدبیر فردوسی را به طوس برگردانده تواند، خواهشی او درباره افشا نکردن رازی باغ عدنانی به جا آورده خواهد شد. حاکم به فردوسی سلامی او را رساند و گوید که ملیک الشعرا نسبت به شاعری شهیری طوسی اخلاص و احترامی خاصی دارد و مشتاق دیداری آن استاد بزرگوار است و انشاءالله شاهنامه استاد نزد اعلی حضرت سلطان شرف قبول و عطای سزاوار خواهد یافت. ولی مع تأسف این هنگام سلطان در سفر است و بر وقتتر از 2 ماه به دارالسلطنه بر نمی گردد و پس از برگشتن نیز تاوی عنصری را که منظومه ها عادتاً به دربار فقط به توسط او گذرانده می شوند به حضورش دعوت می کند و به خواندن یا خواننده شنیدن شاهنامه حاضر می شود که باز 1 ماه 2 ماه می گذرد. علاوه بر این مطالعه شاهنامه در حضور همایونی هم مدتی مدیدی طول خواهد کشید. بنابراین اگر استاد به غزنی آیند مباد که انتظاری دیر موجب ملال خاطر و سبب دلتنگی و دلازردگی ایشان شود. پس آیا بهتر نیست که استاد شاهنامه را اجالتاً به ملیک الشعرا فرستند و خود به وطنشان برگردند؟ در این صورت عنصری آن را دیرتر در 1 ساعت مساعد منظور نظری کیمیا اثری همایونی نموده و کوشش خواهد کرد که آن کتابی بزرگ مشرف قبول همایونی و شاعر سزاواری عطای ملوکانه گردند. همان روز که قاصد آلتونتاش نامه عنصری را گرفته با شتاب و جدل به هرات برگشت، حاکم فرمود فردوسی را در نزدش حاضر کردند. حاکم در فرش بارگاه روی 1 چند قبط 1 انداز شاهی بلوله بالشت های بخملین پهلو زده نشسته و این دفعه با شاعر کشاده چهره نرم گفتار بود. او را به طرف راست خود نشاند، احوال پرسی کرد، به سری مدعا آمده چنین مقدمه نمود: از پایتخت کس آمد. خواجه بزرگ و ملیک الشعرا به شما سلام گفتند. ملیک الشعرا فرمودند که حاکم را گوی به فردوسی از نام من گوید که من به آن شاعر از ته دل فی المثل اخلاصمند هستم. شاهنامه را نوشته تمام کردنتان را شنویده خرسند شده فی المثل به شما غایبانه آفرین گفتند. شما گفتار 17 را از روی رمن استاد ساتیم اولوغزاده فردوسی در قرائت عبدالرشید خوجمقلوف شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. انجام گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.